بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد. در آیات گذشته بسیاری از مسائلی که هم برای نظم و ترتیب بودند هم برای اصلاح بودند و بعضی از مسائل انتظامیه که ذو وجهین بودند خواندیم و در ادامه همچنین بعضی از دستورات و نیز امور انتظامیه را میخوانیم. آیه‌ای که تلاوت شد در ابتدا در رابطه با سوگند و قسم هست. الله عزوجل میفرماید شما هیچ وقت نام خدا را مانعی برای نیکی قرار ندهید، برای احسان، برای اصلاح بین الناس قرار ندهید. به چه معنا که مانعی قرار ندهید؟ بعضی وقتها مردم سوگندی به نام خدا میخورند که فلان کار را نمی کنند. خب فلان کار خوبی هست. مثلا کسی سوگند یاد میکنه که با پدرش صحبت نمی کند. خب این درست نیست که نام خدا را برده که با پدرش صحبت نکند. پس نام خدا را مانع این بر قرار داده، مانع این نیکی قرار داده. یا سوگند یاد کرده که مثلا به مستضعفان رسیدگی نمی کند، به فقرا رسیدگی نمی کند. الله عزوجل می فرماید شما نام الله را، اسم الله را مانع و حجاب قرار ندهید. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. شما قرار ندهید الله را، یعنی نام الله را، مانعی برای بدلیل لأیمانکم. لام تعلیلیه هست، به علت قسمتون. چنانچه امام رازی رحمه الله نوشته العرضه عبارت عن المانع. عرضه به معنای مانع هست در این آیه. پس شما قرار ندهید اسم خدا را حجابی، مانعی. لأیمانکم این لام تالیه است، یعنی به سبب قسمتون. ان تبرو من اینجا مقدر است. من ان تبرو اسم خدا را مانع قرار بدهید از این که نسبت به کسی نیکی کنید و تتقو یا تقوا داشته باشید و تصلحوا بین الناس یا اصلاح بین الناس بکنید. پس مانع قرار ندهید. در ادامه همون عبارت امام رازی رحمه الله آیه را اینگونه تفسیر می کند
که و تقریر الآیه ولا تجعلوا ذکر الله مانعا، ولا تجعلوا الله یعنی ولا تجعلوا ذکر الله مانعا بسبب ایمانکم لایمانکم، یعنی بسبب ایمانکم من ان تبروا. تفسیر کبیر. والله سمیع علیم، الله عزوجل هر سخن را شنواست و هر فعل و حرکت را داناست، یعنی هر کاری شما بکنید الله میشنود و میداند. خب وقتی که بحث قسم آمد، اقسام دیگری از قسم و از سوگند خود به خود میاد. بعضی سوگندها هستند که لغوند، الله میفرماید برای اونها مؤاخذه‌ای نیست. اونطوری که قرآن مجید تقسیم کرده، قسم و سوگند سه نوع هست، یا یمین بر سه قسم است. یکی یمین لغو یا سوگند لغو. یمین لغو دو صورت برش نوشتند. یکی این که انسان قصد قسم خوردن ندارد، بدون اختیار سوگند به زبانش میاد، عادت کرده، میگه والله این در است، والله فلانی آمد، نمیخواست قسم بخورد. خب همین که بدون اختیار، عربها قدیما میگفتن والله این هذا لحلال یا حلال، این ماه هست. ماه را وقتی میدیدن لفظ جلاله الله را و سوگند الله یاد میکردن، نیازی به سوگند نیست. این لغو است، این که انسان عادت کرده اونجا قصد سوگند ندارد. این یک صورت لغو. یک صورت دیگه بعضی اینگونه تعریف کردن. لغو اینه که انسان به یک چیزی قسم میخورد و باور دارد که من راست میگویم، یعنی فکر میکنه راست میگه، ولی بعدا متوجه میشه که برایش سوء تفاهم پیش آمده، اشتباها قسم خورد. خب انسان قصد دروغ اونجا نداشت، اینم لغو است. مثلا کسی مردی را دید تو حوزه، فکر کرد زید هست، به رفیقش به همکلاسیش میگه والله زید آمد. خب بعدا مشخص شد که اون زید نبود، اون هم شکلش بود، از دور مثل زید بود. لذا بعدا مشخص میشه که به دروغ قسم خورد، ولی چون قصدن نبوده، خطأ بوده، اون اینطور فکر کرده، اینو هم گفتن جز قسم لغو است، یعنی انسان قصد دروغ ندارد. نوع دوم از قسم یمین غموس هست. غموس اینه که انسان بر چیزی قسم میخورد و میدوند که خلاف میگوید، یعنی به دروغ قسم میخورد. مثلا زید نیامده، به دروغ قسم میخورد آمده، میدونه که نیامده. خب این انسان مرتکب گناه کبیره شده، این برای این خدا مؤاخذه میکنه. یا مثلا فلان کار را میگه شما کردی، ها کرده، ولی قسم میخوره من نکردم، به دروغ. این یمین غموس هست که بر این یمین گناه هست، کبیره است. از نظر احناف اینجا کفاره ندارد، از نظر بعضی دیگه مذاهب این کفاره هم دارد، علاوه از این که گناه هست. سومین قسم منعقده هست، اینه که بر آینده قسم میخورد که من در آینده این کار را میکنم و یا این کار را نمیکنم. بعدن عکس اون چیزی که قسم خورده انجام بده. مثلا قسم میخورد من به بازار نمیروم، بعدن میره. سوگند یاد میکنه که من ماشین سوار نمیشم، بعدن میشه. سوگند یاد میکنه من با فلان مرد حرف نمیزنم، بعدن حرف میزنه. خب این قسم منعقده هست، برای این قسم کفاره هست. کفارش یا عرض کنم که یک غلام آزاد کردن است، یا اطعام 10 مساکین هست، یا لباس مساکین است. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. هر کسی که مال نداشت اون 3 روز روزه میگیرد. لذا الله می فرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم.
الله شما را مؤاخذه نمی کند به لغو در سوگندهایتان. لغو باشد صورت اول، ولكن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اما شما را مؤاخذه می فرماید در آخرت، چون که احناف معتقدن اینجا کفاره نداره، به آن چیزی که کسب کرده دلهای شما، یعنی به دروغ قسم خوردید. والله غفور، الله عزوجل بخشنده هست، ترغیب توبه هست. اگر کسی توبه بکنه او را می بخشد، اگر نکند حلیم، اگر زود مؤاخذه نکند از روی حلم و بردباری هست. للذین یؤلون من نسائهم، مسئله دیگر و حکم دیگر، ایلا. ایلا یکی دیگر از احکام هست که در شریعت آمده. ایلا از نظر لغوی معنیش هست سوگند، قسم خوردن، اما از نظر اصطلاحی ایلا به این میگن که کسی به زنش خطاب میکنه، قسم میخوره که من تا 4 ماه نزدیکت نمیام یا بیشتر از 4 ماه. خب اگر این قسم را بخورد اون زن بیچاره معلقه، تا 4 ماه پیشش نمیره، تا 5 ماه نمیره، تا 6 ماه، 1 سال. لذا سوگند یاد کرده تا 1 سال پیشت نمیام. اگر قبل از اون 1 سال بره، خب این کفاره قسم است. اما اگر تا اون مدت نره، 4 ماه که گذشت، یک طلاق واقع میشه. از نظر احناف طلاق بائن واقع میشه، از نظر بقیه فقها قاضی بین اینها فرقت و جدایی ایجاد میکند. پس این ایلاس. اما اگر کمتر از 4 ماه گفته بود، 3 ماه، خب این ایلا نمیشه. اگر مثلا گفته تا 3 ماه نزدیکت نمیام، اگر بعد از 2 ماه رفت کفاره قسم، اگر نرفت 3 ماه شد بازم از قسمش تبرئه شده. لذا الله می فرماید للذین یؤلون من نسائهم، برای آنانی که ایلا می کنند زنهای خودشان را، تربص 4 اشهر، انتظار 4 ماه است. زن تا 4 ماه منتظر باشد. فإن فاؤوا فإن الله غفور رحیم، اگر رجوع کرد قبل از اون، خب الله نسبت به این بخشاینده و مهربان است. یعنی اگر رجوع کرد چیه؟ همون کفاره قسم است. اما و این عزم الطلاق، اگر قصد طلاق دارد، رجوع نمی کنه، 4 ماه بگذارد، طلاق میشه دیگه، بائن میشه. فإن الله سمیع علیم، الله هم شنواست، داناست، یعنی قصدش را دیگه میدوند. وقتی که در مدت 4 ماه نرفت، خود به خود طلاق واقع میشه. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، حال بعد از اینکه طلاق واقع شد، زن مطلقه شد، عدتش چه اندازه هست؟ اینجا بحث عدت هست. الله عزوجل می فرماید مطلقات یتربصن بانفسهن، یعنی انتظار بکشند برای عده خودشان. اینجا خبر به معنی امر است، انتظار میکشند یعنی انتظار بکشند. 3 قرء، قروء جمع قرء هست. قرء از نظر لغت عربی 2 معنا دارد، هم معنی طهر و هم معنی حیض. 3 تا امام شافعی رحمه الله معنی طهر را گرفته، 3 طهر، 3 پاکی بگذراند. امام ابو حنیفه معنی حیض گرفته، 3 تا حیض بگذراند، یعنی 3 بار عادت ماهواریش که آمد عدهش تمام میشه. فرقش اینه که آخرین حیض که مثلا 10 روز است، از نظر امام ابو حنیفه اونم جزء چی هست؟ جزء عده هست. از نظر امام شافعی عدهش تمام شده، قبل از اون طهر تمام. اما این حیض یا طهر برای چی هست؟ برای استبراء رحم است، برای اینکه مشخص بشه که
این رحمش پاک است، حامله نیست. و اگر یه وقتی حامله بود برای زن حلال نیست که مخفی کند حملش را، چون مسئله حیض یه چیزی است که فقط خودش میداند و خودش باید بگه 3 بار پاک شدم، 3 بار مریض شدم و پاک شدم. اگر بیاد مثلا هر 20 روزی 1 ماهی به دروغ بگه که من مریض شدم پاک شدم، خب کسی دیگه نمیتونه از این مسئله آگاه بشه به غیر از او. بنابراین اگر یه وقتی حامله باشه و نگوید، هم مسئول هست، گناهکار هست. ولا یحل لهن، حلال نیست برای زنان ان یکتمن ما خلق الله، اینکه مخفی بکنند، کتمان بکنند آنچه که الله خلق فرموده در رحمشان. در رحمشان یا چی هست؟ یا حمل است یا حیض است. لذا یکی را بخواد مخفی بکنه، مخفی کاری بکنه، برای درست نیست. ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، این وعید شدید است، واقعا تکان میده. اگر تو مسلمانی، تو ایمان داری به خدا، راست بگو. لذا هذا وعید شدید للتأکید حرمت الکتمان، قرطبی فرموده این وعید شدید است، تأکید میکنه که واقعا این کتمان چی هست؟ حرام است. لذا الله میفرماید که و بعولتهن احق بردهن فی ذلك ان ارادوا اصلاحا. همین شوهر که طلاقش داده پشیمان میشه در مدت عدت، خب میتونه رجوع بکنه وقتی که طلاق رجعی باشه. البته خب اگر زن بگه من نمیخوام، در اختیار زن نیست طلاق رجعی وقتی باشه. و این شوهرانشان حق هستند، سزاوارتر هستند به برگرداندن اون زنان به خانه های خودشان، به شرطی که این شوهر قصد اصلاح داشته باشه، دوباره دیگه طلاق نده، دوباره باش درگیر نشه. این ارادو اصلاحا، اگر اراده اینها چی باشد؟ اصلاح باشد. بله، منظور این ارادو اصلاحا در صورت اصلاح حق است، در صورت عدم اراده این نیست، بلکه اینجا الله عزوجل شوهر را تذکر میده که یعنی قصدش ضرر نباشه، قصدش اصلاح باشه. چنانچه تفسیر ابو سعود اینجا نوشته وليس المراد به شرطیت و قصد الاصلاح لصحت الرجعه. بگیم که رجوع در صورت درست میشه که مرد قصد اصلاح داشته باشه، نه خیر، مرد در هر صورت رجوع بکنه رجوعش درسته، قصد اصلاح داشته باشه یا نباشه حقشه. ولی و زجر عن قصد الضرار بل هو الحث علیه، بلکه تأکید است بر چی؟ بر اینکه اراده اصلاح داشته باشد و زجر عن قصد الضرار، و یک وقتی قصد ضرر دادن داشته نباشد. لذا الله می فرماید که و بعولتهن، شوهران این زنان حقدارتر و سزاوارتر هستند در همون عدت تربص، در عدت آن زنان ان ارادو اصلاحا، اگر اراده اصلاح را داشته باشد. میتونه بریسه به شرط این یکون رجعه، به شرط اینکه طلاق رجعی باشه، نه باین اگر باشه یا مغلظه که راهی نداره. اگر باین باشه دیگه اون بستگی به زن داره که بعد از اون رضایت داره یا نداره. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، اینجا الله عزوجل بحث اصلاح را فرمود، حال می فرماید که صورت اصلاح چیه؟ ببین بر این زن یک سری حقوقی هست و بود، همونطور که حقوقی بر او هست در حق او هم حقوقی هست. یعنی این نیست که این زن فقط حق شوهر ادا بکند، او خودش هم حق داره که شوهر ادا بکند. پس ولهن برای آن زنان است مثل الذی، مثل آن چیزی که علیهن بر زنان است بالمعروف طبق دستور شرعی. یعنی از نظر وجوب چه حقوقی بر زن است، همچنین همون حقوق در حق زن هم است. بله، اما
این هم معنیش این نیست که هر چی حق بر زن است همون اندازه حق در حق زن. نه، حقی که بر زن است فرق میکنه از اون حقی که در حق زن است. مثلا حق زن خدمت شوهر است، احترام شوهر است. هر چی که بر زن است همون چیز بر شوهر نیست. مثلا بر شوهر چیز دیگه است. بر شوهر نان و نفقهش هست، لباسش هست. خب بر زن نیست که نان و نفقه شوهر رو هم بده. بس المراد بالمماثله المماثله فی الوجوب لا فی جنس الفعل. در خود فعل که هرچی بر شوهر است همون بر زن است، نه این نیست. بر شوهر واجبات دیگری است، بر زن واجبات دیگری است. منظور نفس وجوب است، یعنی همونطور که حقوق بر شوهر است همچنین حقوقی بر زن است. وللرجال علیهن درجه، اما برای مردان بر زنان درجه هست، برتری هست. این برتری را الله داده. الرجال قوامون علی النساء، یعنی خداوند مرد را قیم و سرپرست و مدیر خانه قرار داده. کسی که مدیر و امیر است اون دیگه احترامش بیشتره، اون یک سری فضائل بیشتری دارد. والله عزیز، الله عزوجل عزیز و غالب است، هر کاری میتواند انجام بده، اما دستوراتش همراه با چیه؟ همراه با حکمت است. خب اینجا بعد از بحث عدت یک سری حقوقی را الله اشاره فرمودن، اما از الطلاق میپردازند. اینا همه از امور انتظامی هستند. میپردازند به اصل موضوع طلاق، که طلاق چند تا هست. ببینید طلاق رجعی تا 2 تا هست. یکی بده هم رجعیه، 2 تا بده هم رجعیه، 3 تا دیگه رجعی نمیشه. بعد از 1 طلاق و 2 طلاق فامساکم بمعروف هم درسته، یعنی شوهر زن را خودش نگه داره، یعنی رجوع بکنه به خوبی طبق دستور شرع، او را نگهداری بکنه. او تصریح به احسان، یا به خوبی او را رها بکنه، بذاره بره، عدهش تمام بشه، شوهر دیگه بگیره. اینها با هم سازگاری نداره. این در صورتی هست که عرض کردم 1 2 تا طلاق بده. بیشتر از 2 تا بده 3 تا دیگه تمام میشه، مغلظه میشه. نه دوباره رجوع این زن جایزه، نه دوباره رجوع بر این زن، و نه دوباره عقدش میتونه بکنه، مگر اینکه این زن بره و حلاله بکنه، شوهر دیگه بگیره، اون شوهر بعدا اتفاقا اونم طلاقش بده، بیاد ادعایش تمام بشه، بیاد پیش شوهر اول دوباره عقد بکنه. لذا الله میفرماید الطلاق مرتان، طلاق 2 بار هست. فامساکم بمعروف، بعد از 2 بار یا نگهداری طبق دستور شرعی، او تسریح به احسان، یا رها کردن هم به خوبی و احسان. ولا يحل لكم ان تأخذوا، یک مسئله هست که برای شوهر درست نیست که وقتی طلاق میده هر چی که به زن داده اون را پس بگیره. مهر داده، طلا داده، نقدینگی داده، اونا را پس بگیرید. حلال نیست، جایز نیست. انسان همون شب اولی که با زن همراه میشه و بلا نسبت همخوابی میکنه، همون زمان مهر واجب میشه. هر چی داده مال زن شده. الان گرفتن اونها حلال نیست برای شوهر. در یک صورتی که اون صورت را میگن صورت خلع، جایزه که شوهر نمیخواد زن را طلاق بده، اما زن ناشزه هست، زن نمیخواد با شوهر زندگی بکنه. حال زن میاد به شوهر فدیه میده، میگه من بهت فدیه میدم، مبلغی میدم، تو منو آزاد کن. فدیه چی میتونه بده؟ همون مهری که بهش داده، همون طلا و نقدی که به زن داده، اون را به عنوان فدیه میده، کلش را یا نصفش را یا بخشی. بیشتر از اون نمیتونه از زن بگیرد. و شوهر ضرر و زیانی کرده، مثلا هزینه متقبل شده، 10 تا گوسفند و شتر کشته،
که اینا همه صدقه بودن، مردم خوردن، ولیمه مثلا 50 میلیون خرج کرده، اینها را که مردم خوردن، شیرینی و شربتی مردم خوردن، نان و غذای مردم خوردن، اینها را از زن بیچاره نمیتونه بگیره. فقط عرض کردم در حد مهر، اینا جز مهر نیستند. الله می فرماید ولا یحل لکم ان تأخذوا، حلال نیست برای شما اینکه بگیرید مما آتیتموهن، آنچه که به آن زنها دادید، شیئا، هیچ چیز را، الا ان یخافا الا یقیما حدود الله، مگر اینکه زن و شوهر ترسیدند که حدود الهی را نمیتوانند قائم بکنند، یعنی حقوق همدیگر را. اون وقت فان خفتم الا یقیما حدود الله، اگر شما میترسیدید، یعنی شما داوران، شما ورثه، که آن دو حدود الهی را قائم نمی کنند، شما بقیه مسلمانان، فلا جناح علیهما، بر آن دو گناهی نیست، فیما افتدت به، در آنچه که زن فدیه میده آن را، در آنچه که زن فدیه میده، یعنی زن فدیه بده و خلع بکند. وقتی که یا طلاق علی المال، میگه من این مال را بهت میدم تو طلاقم بده، اینم به اندازه مهر. و وقتی که خلع بکنه یک طلاق باین میشه. الله میفهمد تلک حدود الله فلا تعتدوها، اینا حدود الهی هستن، از اینا تعدی نکنید. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، هر کسی از حدود الهی و از قوانین الهی تعدی بکند، این افراد و این گروه ها ظالم هستند. خب در وسط بحث فدیه و خلع آمد و همچنین بحث عدم جواز گرفتن مالی که شوهر به زن داده. خب الان برمیگردیم به اول آیه. اول آیه خواندیم، اول رکوع الطلاق مرتان، طلاق دو بار، یعنی بعد از دو بار راه داره، رجوع میشه کرد. فان طلقها، این متعلق به همون الطلاق مرتان هست که دو بار طلاق داده. اگر طلاق داد بار سوم، اگر طلاق داد طلاق سوم، فان طلقها، اینجا بنویسید متعلق به الطلاق مرتان، بعد میدونید که این طلاق سوم است. فان طلقها، اگر زن را طلاق داد، فلا تحل له، پس اون زن حلال نیست برای این شوهر، من بعد و بعد از این، حتی تنکح زوجا غیره، حتی که این زن نکاح بکند با شوهری دیگر. عقد فقط کافی نیست، عقد بکند و بعد اون شوهر هم باش معاشرت و زندگی بکند، همخوابی هم داشته باشد. و حدیث رفاعه معلوم مشخص است. امرأت رفاعه آمد گفت یا رسول الله، شوهرم مرا طلاق داده رفاعه، و من اسم صحابی دیگر برد که من با او عقد کردم، اما او عرض کنم که مردانگی ندارد، قدرت همخوابی ندارد، میتونم پیش شوهرم برگردم؟ رسول الله فرمود لا حتی تذوقی من عسیلته و یذوق من عسیلتک، یعنی تا زمانی که با هم بستر و هم خواب نشدید نمیتونی. بس حتی که عقد بکنه شوهری دیگر و اون شوهر بعد از همخوابی، بعد از زندگی طلاقش بده. فان طلقها، اگر اون طلاقش داد شوهر دیگر، فلا جناح علیهما ان یتراجعا، گناهی نیست بر این دوتا، یعنی این زن و شوهر اول، این که بر هم دیگر رجوع بکنن. در چه صورتی؟ یعنی رجوع بکنن به نکاح جدید. ان ظن ان یقیم حدود الله، اگر فکر میکنن که حدود و قوانین الهی را و حقوقی که خدا تعیین کرده میتونن اونها را قائم بکنند. بله، پس ببینید
این شوهر اول که 3 طلاقش داده بعد از چند مرحله میتونه او را ازدواج بکنه. 1 عده زن تمام بشه. 2 این زن یک شوهر جدید بگیره، راه های حلاله هستن. 3 اون شوهر جدید باش همخوابی داشته باشه. 4 اون شوهر جدید طلاقش بده. 5 بعد از اینکه اون شوهر جدید طلاقش داد عدهش دوباره تمام بشه. چنانچه امام رازی همین 5 مرحله را ذکر فرموده. مذهب و جمهور المجتهدین ان المطلقه بالثلاث، کسی که طلاق ثلاثه گرفته، لا تحل لذلك الزوج، برای همین شوهر جایز نیست الا ب5 طرائق، بعد از 5 مرحله که تعتد منه، از همین شوهر زید عدهش تمام بشه. 2 و تعقد الثانیه، شوهر دوم بکر را ازدواج بکند. 3 و یطأها، بکر ازدواجش بکند. 4 ثم یطلقها، بکر او را طلاق بده. ثم تعتد منه، بعدا عده بکر را هم بگذراند، الان میتونه با زید اول ازدواج بکند. و تلك حدود الله یبینها لقوم یعلمون، اینها حدود الهی هستند، الله عزوجل اینها را بیان میفرماید برای قومی که بدانند. و اذا طلقتم النساء، بعد از بحث طلاق الله عزوجل میفرماید که طلاق اگر دادید و نزدیک بود عدهشون تمام بشه، فبلغن اجلهن، مراد از بلوغ کامل و رسیدن کامل عده نیست، بلکه نزدیک تمام شدن است. از قرینه معلوم میشه، از سیاق معلوم میشه. سیاق چیه؟ الله می فرماید و اذا طلقتم النساء، زمانی که شما طلاق دادید زنها را، فبلغن اجلهن، به مدتشون رسیدند، یعنی نزدیک بود. المراد مقاربته دون انقضائه، یعنی قریب بود مدتش تمام بشه، نه اینکه مدت تمام شد. فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، آن زنها را طبق دستور شرعی نگه دارید یا ترکشون کنید، رهایشون کنید طبق دستور شرعی. خب طبق دستور شرعی نگه دار در صورتی که هنوز عدهش تمام نشده. مثلا از 3 ماه 2.5 ماه رد شده، الان تصمیمت بگیر، یا نگهش دار یا بذار عده تمام بشه و بره برای خودش. اما به منظور ضرر رسانی نگهداری نکنید. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، به قصد ضرر نگهداری نکنید تا بر اونها تعدی و زیاده روی کنید، یعنی رجوع بکنید، دوباره معلقش بکنی، بیچاره را اسیر خودت بکنی، نه. و من یفعل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، اونها را نگه نداری به خاطر ضرر تا بر اونها تعدی کنید. و من یفعل ذلك فقد ظلم نفسه، هر کسی این کار را بکند بر او زن ظلم نکرده، بر خود ظلم کرده، پرونده خودش را سنگین کرده. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، آیات الهی را به باد مسخره نگیرید، عمل کنید به این آیات. اینا شوخی نیستند، شوخی داشته نباشی با آیات الهی. و یاد کنی نعمت خدا را، نعمت الله منظور اسلام بنویسید که ببینید به وسیله این اسلام عزیز خدا چه احکام نورانیه برای شما بیان کرده. ببین این قوانینی که در اسلام است در هیچ دینی نیست، همه چیز را الله عزوجل شسته رفته برای شما بیان فرموده. لذا الله می فرماید واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمت های الله را که بر شما هستند. و ما انزل علیکم، و یاد کنید آنچه که الله نازل فرموده بر شما، من الکتاب والحکمه، از کتاب و حکمت. چه نعمت های خوبی هستند. کتاب و حکمت چیه؟ بعضی میگه هر دو عنوان مراد قرآن است، چون قرآن هم کتاب است هم پر از حکمت است، دستورات حکیمانه.
و بعضی میگن نه، قرآن و سنت مراد است، چون هر جا مراد است کتاب قرآن است و مراد از حکمت چیه؟ سنت است. چنانچه آلوسی میفرماد المراد بهما القرآن الجامع للعنوانین، مراد از هر دو چیه؟ قرآن است که جامع هر دو عنوان است. او القرآن و السنه، یا مراد قرآن و سنت است. لذا الله میفرمه این نعمت را یاد کن که خدای عزوجل به شما دو تا نور داده، یکی قرآن یکی سنت، که یعظکم به، یعنی اینها را نازل فرموده در حالی که شما را به وسیله اینها الله موعظه می فرماید، ارشاد و راهنمایی می فرماید. و حال نسخه عمل واتقوا الله، از الله بترسید و از الله پروا داشته باشید. واعلموا ان الله بكل شيء علیم، نسخه تقوا، یقینا بدانید که الله بر هر چیز علیم است. خب و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، حال بیان چی هست؟ حرمت منع زن از نکاح دوم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که زن را طلاق دادید، زن مطلقه شد، برای شما حلال نیست، برای شما جایز نیست که جلوی زن را بگیرید از اینکه ازدواج دوم میخواد بکنه. نه، زن را بعد از اون اختیار دارد، عیبی برش نیست، مطلقه هست، عدتش هم تمام شده. بعضی ها نمیگذارند که مطلقه بره ازدواج بکنه. الله می فرماید و اذا طلقتم النساء، هرگاه طلاق دادی زنها را، فبلغن اجلهن، مدتشون فرا رسید، یعنی عدت تمام شد. ببین در آیه گذشته هم بود فبلغن اجلهن، اینجا هم هست فبلغن اجلهن. اونجا نزدیک رسید مدتشون، اونجا ما ترجمه کردیم قریب شد، نزدیک شد که عدت تمام بشه. اینجا ترجمه میکنیم عدت تمام شد. چرا یک جمله را دو نوع ترجمه و تفسیر میکنیم؟ چون که اونجا قرینه هست، بعد از فبلغن اجلهن فرمود فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. معلوم میشه که از اون بلغن اجلهن مراد چی است؟ قاربن به اجلهن، به مدتشون نزدیک شدن. اینجا نه، فرمود که جلوشان را نگیر میخواد شوهر دیگه بگیره، پس معلوم میشه عدهش تمام شده. پس معنای بلغن اجلهن قرینه، سیاق و سباق چی میکنه؟ مشخص میکنه. پس فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، تعضلوهن یعنی تمنعوهن، آنها را منع نکنید اینکه نکاح بکنند همسرانشان را، اذا تراضوا بینهم بالمعروف، وقتی که راضی شدن بین خودشان بالمعروف. ببینید همسرانشون منظور کدوم همسر؟ همسر آینده، همسر جدید. همین شوهر را میگه الان مال شما نیست، شما چرا جلوش را گرفتید؟ به شما ربطی نداره. الخطاب للازواج المطلقین، اینجا خطاب به همین شوهری است که او را طلاق داده. این شوهرانی که طلاق دادند حیث کانوا یعزلون مطلقاتهم بعد مضی المده، چون در زمان جاهلیت اینها من میکردن مطلقات را، میگفتن عده که تمام شده همه حق نداری، تو مادر بچه های من هستی، تو حق نداری شوهر دیگه بگیری. نه خیر، الان با تو هیچ ربطی نداره، تو طلاق دادی، عده تو هم تمام شد، الان یه زن بیگانه هست. پس در جاهلیت چیکار میکردن؟ حیث کانوا یعزلون مطلقاتهم، مطلقات خودشون را طلاق میدادن بعد مضی العده، بعد از اینکه عده تمام شد. ولا يدعوهن ان يتزوجن ظلما وقصر الحمیه الجاهلیه، نمیگذاشتن اینا یک شوهر دیگه بگیرن از روی ظلم. نه خیر. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، اونها را منع نکنید از اینکه شوهرانشان را بگیرن. اذا تراضوا بینهم بالمعروف، وقتی که در میان خودشان راضی شدن، یعنی این زن با
کسی دیگه، با یک مرد جدید، اما ارتباطشون طبق دستور شرعی باشد، طبق عرض کنم دستور دین و مروت باشد، نه اینکه یک سری ارتباطات نادرست بگیرن. اون وقت جلوشان را میشه گرفت. اولیای این زن، ورثه این زن، جلوش را میتونن بگیرن. پس مراد از معروف چیه؟ اینجا ما گفتیم دستور شرع. شرع برای خودش قوانینی داره. مثلا اگر یک سری ارتباطات نادرستی داره میتونن جلوش را بگیرن، جلوی زن را. یا اینکه با شوهری میخواد ازدواج بکنه که اون شوهر کفرش نیست، از نظر عرض کنم که نه سنی، زن مثلا 20 ساله هست، اون شوهر 70 ساله هست، 60 ساله هست. یا از نظر عرض کنم فامیلی و خانوادگی خیلی با هم دیگه تفاوت داره، از نظر دین با هم دیگه تفاوت داره، اینجا میشه جلوشون را گرفت. بالمعروف یعنی بما یحسن فی الدین والمروت من شرائطی به مهر المثل والکف. مثلا اون زن با مهر مثل، مهری که قابل قبول و توجه باشه، مهر بقیه فامیلش است، با چنین مهری ازدواج بکند و همچنین کف باشد، اون کفاءت، برابری از اون جهت هایی که در فقه آمده. لأن عند عدم عهدهما للاولیاء ان یتعرضوا، یکی از اینها نبود، اولیا میتونن که تعرض بکنند، اعتراض بکنند و جلویش را بگیرند. ذالک یوعظ به، اینجا تأکید هست بر تعمیل این احکام، این احکام را عمل کنید. الله میفرماید ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر، اینها وعظ میشه به این مسائل هر کسی که ایمان به خدا و روز آخرت داشته باشد. ذالکم ازکا لکم و اطهر، این نکاح دوم پاک، باعث پاکی بهتر است برای شما، و اطهر پاکیزگی بیشتر. و اینکه خدا دستوری میده شما اجرا کنید. علت اینه که خدا مصالح شما را میدانه، شما نمیدانید. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله مصالح شما را میدانه، شما نمیدانید. خب این بحث طلاق بود. حال بحث رضاعت. اگر این زنی که طلاق داده شده از همین شوهر اول چی دارد؟ بچه دارد، بچه شیرخوار. الله میفرماید تا 2 سال شیرش بده، مزد بگیرد، البته اجبار نیست. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادران شیر بدهند بچه های خودشان را 2 سال کامل. مدت شیر دادن 2 سال است. بعد از 2 سال از نظر جمهور فقها رضاعت ثابت نمیشه. امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید تا 2.5 سال ثابت میشه، با توجه به آیه که در سوره احقاف خواندیم. و فتوای احناف بر اینه که احتیاط بکنیم، یعنی احتیاطا اونجا رضاعت را ثابت بکنیم تا 2.5 سال. پس والوالدات یرضعن، مادران شیر بدهند اولاد خودشان را حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. حولین کامل لازم نیست، این برای کسی است که مدت رضاعت را میخواد کامل بکند. خب این مادر وقتی شیر میده، هزینه مادر به کیه؟ به پدر بچه هست. علی المولود له، بر مولود له است، یعنی بر اون کسی که این مولود مال اوه. اینجا قرآن مشخص کرده مولود حقی کی هست؟ پدر است. پس بر اون کسی که مولود مال او هست، رزقهن، رزق این زنها هست، یعنی معاش اونها، هزینه های اونها. و کسوتهن، و کسوت اونها یعنی لباس اونها، بالمعروف طبق دستور شرعی. منظور طبق دستور شرعی هر چی که متعارفه، عرفه، بدون اینکه اضافه کم. یعنی نگاه بکند که شوهر وسعش، توانش، قدرتش چی اندازه است. غذا هم در همون حد بزن بده، لباس هم در همون حد.
لا تکلف نفس الا وسعها، هیچ نفسی مکلف نشود مگر به اندازه وسعش. این هم به مرد برمیگرده هم به زن. زن را مکلف نکن بیشتر از توانش. زن مثلا نمیتونه شیر بده، خب مجبورش نکنید. یا شوهر دیگه گرفته شوهر نمیذاره. بالاخره یا اینکه مرد را از وسعش بیشتر مکلف نکنید. مرد میتونه مثلا در حد 500,000 تومان 600,000 تومان براش لباس بخره، بگیم نه باید 3 میلیونی بگیری، از وسعش بیشتر. یا مثلا غذای در این حد میتونه بده، بگیم نه غذای در این سطح بده. نه، لا تکلف نفس الا وسعها. لا تضار والدة بولدها، مادر نسبت به فرزندش نباید رنج داده بشه، ضرر داده بشه، چیزی که برای ضرر نباید بکرد. ولا مولود له بولده، و همچنین پدر هم نباید ضرر داده بشه نسبت به پسرش. و علی الوارث مثل ذلك، پدر مرده الان وارث هم مثل همین است، یعنی وارث را هم نباید بیشتر از توانش اذیت کرد. خب فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، شیرش داد، بعد از شیر دادن پدر و مادر اراده کردن، چه این پدر و مادر بچه که با از هم دیگه جدا شدن چه با هم زندگی میکنن، اگر اراده کردن فصال بچه را، یعنی از شیر جدا کردن بچه را، عن تراض منهما، از با رضایتی که صادر شده از هر دو، تراض صادر عنهما، و تشاور، و با رایزنی و مشورت، فلا جناح علیهما، گناهی نیست. اونا به این نتیجه رسیدن بیشتر از این 1 سال شیر ندیم، الان شیر خشک بدیم، برای مادر ضرره، اشکال نداره. و این اردتم ان تسترضعوا اولادکم، اگر اراده کردید برای بچه خودتون مرضعه بگیرید، زن شیرده، یعنی یه جای دیگه به یک زنی تحویل بدید، پول بده که او شیر بده، و اگر اراده کرده این که طلب رضاعت کنی برای اولادتان، فلا جناح علیکم، گناهی نیست. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، وقتی که تسلیم کردید، یعنی اون حق الزحمه را به مرضعه جدید، آنچه که دادید بالمعروف. واتقوا الله، نسخه عمل همه این احکام تقوا است. اگر از خدا بترسید حقوق را رعایت میکنید، حق مادر را، حق پدر را، حق مرضعه را. واعلموا ان الله بما تعملون بصیر، این نسخه تقوا است. در این مسائل خیلی رعایت کردن حقوق مهم است، حقوق العباد. به همین خاطر شما گاهی که قرآن مطالعه میفرمایید، تلاوت میفرمایید، دقت بکنید در میان مسائلی که به حقوق العباد مربوطه، بالخصوص مسائلی که بین زن و شوهر است، در سوره طلاق 5 بار واتقوا الله آمد، بحث تقوا آمد. در این مسائل تأکید به تقوا بیشتر است. رعایت کردن حقوق بندگان خدا خیلی مهم است. الله حقش را میبخشه، ولی بندگان باید حقشون بخشوده بشه، برای نجات انسان مهم هستند. لذا الله میفرماید والذین یتوفون منکم، بعد از این مسئله طلاق و مسئله رضاعت، مسئله عدت می آید. عدت مطلقه را خواندیم 3 قروء، زنی که طلاق داده شده. اما زنی که شوهرش مرده، این زن عدتش 2 حال داره. اگر این زن حامله نیست، عدتش 4 ماه و 10 روزه. اگر حامله هست، عدتش وضع حمله. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، آنهایی که وفات داده می شوند، یعنی جانشون گرفته میشه، از شما می میرند. و یذرون ازواجا، و ترک می کنند پشت سر زنانی، همسرانی. یتربصن، این زنها انتظار بکشن برای خودشان 4 اشهر و 10، 4 ماه و 10 روز. فاذا بلغن اجلهن، وقتی که رسیدن به مدتشان، یعنی 4 ماه و 10 روز تمام شد، فلا جناح علیکم، بر شما بقیه ورثه گناهی نیست، فی ما فعلنا، در آنچه که انجام میدهن اون زنها، فی انفسهن، در حق خودشون، طبق دستور شرعی. یعنی اون هرچی میخواد بره ازدواج بکنه، شوهر جدید بگیره، برای شما گناهی نیست، شما جلوشون را نگیرید. والله بما تعملون خبیر،
الله به آنچه که شما عمل میکنید خبر دارد، لذا اگر تعدی بکنید هم خدا خبر دارد. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الله عز وجل بیان می‌فرماید که در زمان عده زن داره عده میگذراند، شوهرش مرده، کسی میخواد بعد از عده با این زن ازدواج بکنه، خب جایز نیست الان در زمان عده بره بگه که عدت تمام شد من و تو با هم ازدواج میکنیم. در زمان عده نه. خب شاید کسی بترسه، میگه یه وقت این زن نره شوهری دیگه نگیری، از دست من نره. شریعت اجازه داده در حد تعریض. تعریض یعنی اشاره و کنایه. کنایه اشاره میتونه بکنه که اون زن متوجه بشه. مثلا بگه که من خیلی دلم میخواد که یه ازدواج دیگه بکنم یا یه بیوهی بگیرم. خب اون زن متوجه میشه، اشاره به اون هست. صراحتا گفتن گناه هست، این در عده هست. لذا الله میفرماید ولا جناح علیکم فیما عرضتم، گناهی نیست بر شما در آنچه که تعریض کردید، اشاره کردید به آن، من خطبت النساء، از پیغام زن، پیغام برای زنان، پیغام نکاح برای زنان تعریض کردید. به پدرش، به برادرش، به مادرش گفتی که من خیلی دلم میخواد که همین زودی های زن بگیرم، این تعریضه. او اکننتم فی انفسکم، یا در دلتون مخفی کردید، اون زن در عده هست، ازدواج کردن با او یا حرف ازدواج زدن ممنوع است. اگر تو دل انسان داشته باشه ممنوع نیست. خب این علت که چرا خدا به شما اجازه داد تعریض بکنید، اشاره بکنید، کنایه، چون خدا میدونه که اگر سخت بگیره شما بعد چیکار میکنه؟ حریم را میشکنه. اصلا میترسی فلانی فلان زید فردا نیاد، میگه ببین من خواهانت هستم، من خواستگارت هستم. شما یاد میکنید. به همین خاطر الله عزوجل به خاطر اینکه مرتکب این ممنوع نشوید اجازه چی داد؟ تعریض داد. علم الله انکم ستذکرونهن، الله میداند که شما ان قریب با اونها ذکر میکنید، یاد میکنید، به همین خاطر اجازه داد. ولكن لا تواعدوهن، اما مواظب باشید که با اونها وعده نگذاری به صورت مخفی که من و شما با هم ازدواج میکنیم. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اینکه سخن معروف بگوید. سخن معروف پایین نیست، بنویسید اشاره و کنایه، یعنی یک سخنی که شرع اجازه داده که در اون سخن پیغام نکاح صریح نباشد، خواستگاری صریح نباشد، یک سری اشاراتی باشد. ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجله، عزم نکنید، قصد نکنید به صورت پخته عقد نکاح را در حال حاضر حتی که کتاب به مدتش برسد. کتاب یعنی عدتش تمام بشه. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، بدانید که الله میداند اون چی که در دل شماست. فاحذروه، بر حذر باشید. از چی؟ از مخالفت دستورات خدا. یعنی اگر در دل شما قصد خیانت، هم خدا میداند، قصد ازدواج واقعی هم الله میداند، و اگر قصد بدی هست ترغیب به توبه است. واعلموا ان الله غفور حلیم، و بدانید که الله عزوجل غفور است اگر توبه بکنید، حلیم است بالفرض اگر قصد بد داشته باشید، زود اگر مؤاخذه نمیکنه به خاطر حلمش هست. خب پس زن مطلقه و معتده میشه که اشاره کرد، اما در عده خواستگاری ممنوع است. لا جناح علیکم، از این آیه الله عزوجل عرض کنم که بحث دیگری مطرح می فرماید، بحث مهریه.
و بحث متعه. ببین اگر کسی زنی را عقد کرد و هنوز با زن زندگی مشترک آغاز نکرده، با هم دیگه خلوت نکردند، با هم دیگه رابطه نداشتند، رابطه جنسی و خلوت هم نداشتند، خب این زن را قبل از اینکه زندگی بکنه در همون زمان نامزدی طلاق داد. خب احساس میکنه که ما نمیتونیم با هم زندگی بکنیم. الله میفرماید که اشکالی نداره اگر زنها را در این حال طلاق بدید. خب حال دو صورت داره. برای این زن مهر تعیین شده یا نشده؟ مهر تعیین نشده. مهر که تعیین نشده واجب است وقتی این زن را طلاق داد یک دست لباس. متعه یعنی یک دست لباس، دست لباسی که عرف است، مثلا 3 تکه باشه، پیراهن و جفتش پیراهن و شلوارش باشه و اون چادر بزرگ یا همون روسری و مقنعه هرچی باشه. و اگر مهری تعیین شده، مثلا 20 سکه مهر تعیین کردند، قبل از ازدواج طلاقش داد، نصف مهر بر شوهر چی است؟ لازم است. این دو حکم را الله بیان می‌فرماید. لا جناح علیکم، گناهی نیست بر شما، ان طلقتم النساء، اگر زنها را طلاق دادید، ما لم تمسوهن، تا زمانی که دست نزدید اونها را، یعنی خلوت نکردید و همخوابی، او تفرضوا لهن فریضه، یا اینکه تعیین نکردید، تا زمانی که تعیین نکردید برای اونها فریضه یعنی مهری. اون وقت طلاق داد و تعیین نکرده چیکار بکند؟ و متعوهن علی الموسع قدره، و اونها را متاع بدید یعنی دست لباس بدید. چه اندازه؟ علی الموسع قدره، این کسی که توانگر است، شوهر اگر توانایی مالی داره به اندازه تواناییش، وضعش خوبه، یک دست لباس خوب. و علی المقتر قدره، اما اگر کارگر است وضعش ضعیفه، خب یک دست لباس ضعیف. متاعا بالمعروف، ای متعوهن متاعا بالمعروف، این مفعول مطلق متعوهن است. اونها را دست لباسی بدید، دست لباسی طبق دستور شرعی. حقا علی المحسنین، این صفت متاعا هست، ای متاعا حقا. حقا اینجا به معنی واجب فقها میگویند، تنها متعهی که واجب هم یکی است، چون زن مهری ندارد، نصف مهری ندارد، مهری تعیین نشده، این دست لباس قائم مقام چی میشه؟ مهر میشه، قائم مقام نصف مهر. پس حقا یعنی حقا واجبا علی المحسنین، بر نیکوکاران. خب صورت دوم اینه که شما چی کرده بودید؟ برای زن تعیین کرده بودید، مهر تعیین کرده بودید، اما هنوز به زندگی مشترک نرسیدید، به رابطه بین ارز کنم شما و زنتون نرسیدید، طلاقش دادید. خب اینجا نصف مهر است. و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اگر آن زنان را طلاق دادید قبل از اون که اونها را دست بزنید یعنی رابطه داشته باشید، و قد فرضتم لهن فریضه، در حالی که تعیین کرده بود برای آنها فریضه‌ای یعنی مهری تعیین کرده بودید، فنصف ما فرضتم، پس نصف آنچه که تعیین کردید، نصف 20 سکه هست 10 تا بگیرید بدهید بهشون. الا ان یعفونا، مگر زن چی بکند؟ معافو بگه 10 تا نمیخوام، مال تو، همین که طلاق دادی بسه، یا بگه 5 تا بده کافیه. خود زن معاف بکنه نصف را یا بعضی از نصف را، یا شوهر معاف بکنه. چطور شوهر معاف بکنه؟ شوهر برو چند تا سکه هست؟ 10 تا هست، او معاف بکنه، بگه همینطور که باهات رابطه نداشتم من 20 تا کامل بهت میدم. این منظور از معافی. الا ان یعفونا، یعفونا جمع مؤنثه، مگر اینکه اون زنها عفو بکنند، او یعفو الذی، یا عفو بکند اون شوهری که بیده عقدة النکاح، به دست اون شوهر عقد چی هست؟ نکاح و ازدواج.
اما الله عزوجل به عفو تشویق میکنه. متاسفانه زنان و شوهران که از هم دیگه جدا میشن خیلی سخت میگیرن. زن سعی میکنه هرچی مال هست از شوهر بگیره، شوهر سعی میکنه از زن بگیره. اینجا عفو بهتره، گذشت بهتره. جوانمردی و گذشت اینه که شوهر بگه الان که زندگی نشده هر چی زندگی مال تو، برو یخچالش مال تو، فرشش مال تو، همه را بده. همین داغ جدایی خودش زیاده. وقتی که عفو بکنه خدا خیلی عفو را دوست داره، عوض بهش میده. و اگر عرض به خدمت شما زن هم عفو بکنه، میبینه شوهر فقیره، فردا زن دیگه نمیتونه، زن بگه من نمیخوام ازت، هر چی از مال تو. هر کدوم عفو بکنه اون تقوا را بیشتر رعایت کرده. و ان تعفو اقرب للتقوا. لذا الله میفرماید که فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح، مگر معاف بکند اون کسی که به دستش عقد نکاح است، یعنی طلاق به دست اوه شوهر. و ان تعفو اقرب للتقوا، این که عفو کنید شما این به تقوا نزدیکتر است. واقعا متقی و خدا ترس اونی که عفو بکند. لذا داستانی نوشته بود که یک عالم صالحی بوده، به هر حال با همون غریبی که داشته یه زنی گرفته و یه زندگی خوبی براش درست کرده، این طرف اون طرف مال جمع کرده. عالم جوانی، یکی از علما نوشته بود، البته این اتفاق در هندوستان افتاده. و به هر حال اخلاقش، مرامش، همه چیزش خوب بوده، اما زنش ناشزه بوده. زن گفته من با تو زندگی نمی کنم. هر کاری کرده زن باش زندگی نکرده. آخر پدرش را خواسته که این دخترت با من زندگی نمیکنه، امام مسجد هم بوده. پدرش گفته وقتی که زندگی نمیکنه طلاقش بده. هرچی با دخترش صحبت کرده به جایی نرسیده. گفته طلاقش بده. گفته اشکال نداره، وقتی زن دوست نداره با من زندگی بکنه طلاق میدم. طلاق داده و در رابطه با وسایل خانه گفته هر چی دارم مال تو، من زندگی با تو را میخواستم، تو که نمیخوای این وسایل به درد من نمیخوره. همه وسایل را به اون زن داده و بعد میگه که همون خانه را با وسایل، حتی یه چوب کبریتی نبرد برای خودش، فقط لباسش جمع کرد، رفت همون مسجدی که نماز میداد تو همون حجره مسجد نشست. و میگه خیلی این احسانش بر پدر این دختره بسیار سخت شد که مقصر هم دختر من بود، بعد اینقدر بذل کرد، نادار هم بود، عالم فقیری بود، ولی واقعا کسی که جوانمردی داشته باشه. و ان تعفو اقرب للتقوا. میگه مدتی گذشت، سالی گذشت و بالاخره این دختره، این زنه همه مال را جمع کرد، رفت، بعد شوهر دیگه گرفت. شوهر دیگه که گرفت، بعدا اون پدر دختر دومش را قانع کرد، گفت این خیلی انسان با مروتیه، من دلم میخواد اون خواهرت که باش ازدواج نکرد تو را به عقدش در بیارم. بعد این دختر دومش را، اون عالم را دوباره خواست، دختر دومش را به عقدش در آورد و همه هزینه ها را باز این پدر داد. یعنی جواب اون احسان را. انسان باید اینطور جوان مرد باشه، مروت و مردانگی داشته باشه. وقتی که زندگی زن برای انسان نمیشه، وسایل چیه که انسان اونجا هی درگیر بشه؟ تو این حل اختلاف ها همش درگیرند. اون میگه یخچال مال منه، اون میگه پشتی مال منه، اون میگه فلان چیز مال منه. وقتی که زندگی که به درد نخورد، این 4 تا پتو به چه دردت میخوره؟ انسان باید در چنین مواردی بذل و بخشش داشته باشه و این به الله عزوجل این اخلاق را، اخلاق گذشت را بالخصوص در این مسائل بیشتر میپسنده. آیه اشاره قرآن را نگاه فرمایید چقدر الله تاکید فرموده. اولا فرموده و ان تعفو اقرب للتقوا، عفو کنید این به تقوا نزدیکتره. و بعد دوباره الله تاکید فرموده ولا تنسوا الفضل بینکم،
فراموش نکنید فضل بین خودتون را، یعنی نسبت به هم دیگه احسان کنید. دشمن نیستید که از هم جدا میشید هی سعی میکنه اون بیشتر برای خودش امتیاز بگیره. زندگیتون نشد. ان الله بما تعملون بصیر. الله عزوجل به اون چی که شما عمل میکنید خوب بیناست، خوب میداند. و بعد از این الله میفرماد حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. این آیه نماز است. این چه ربطی با این مسائل داره؟ این امر مصلح است. این امر مصلح است. امر مصلح عرض کردم این امر مصلح کمک میکنه، ممد و معاون است در انجام امر انتظامی. چون نماز انسان را تزکیه میکنه، نماز در انسان تقوا را اضافه میکنه، خدا ترسی را اضافه میکنه، بذل و بخشش را، اخلاق را، همه چیز را اصلاح میکنه. ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. پس نماز انسان را اصلاح میکنه، تزکیه میکنه. انسان که اصلاح بشه اون وقت در این مسائل بهتر کوتاه میاد. قبلا هم عرض کردم در میان امور انتظامیه گاهی امر مصلحی ذکر میشه. لذا الله میفرماید حافظوا علی الصلوات، بر نمازها محافظت و مداومت بکنید. والصلاة الوسطى، بالخصوص نماز وسطا. نماز وسطا چیه؟ بیشتر تفسیرها اشاره به این دارد که والصلاة الوسطى یعنی صلات عصر. از یک جهت نگاه بکنیم از نماز صبح تا شب در وسط عصر. و باز قرائت عبدالله بن مسعود هم است که والصلاة الوسطى صلات العصر. در اون صلات العصر اصلا در قرائت، اگرچه قرائت شاذی هست، واحد است، اضافه هست. و روایت های دیگری هم هست که صلات وسطی. چرا؟ مگر برای بعضی مردم نماز صبح سنگین تره، برای بعضی ظهر سنگین تره، بالخصوص کسانی که خوابالو هستند برای اونها نماز صبح خیلی سنگینه. برای بعضی که ظهر میخوابند نماز ظهر سنگینه، برای بعضی عشاء سنگینه. اما صلات وسطا این وقت کاروبار است، وقت تجارت و درآمد است. طلاب تجربه ندارند ولی مردم تجربه دارند که خواب را انسان قربان بکند و نماز بخواند آسانتر از این که مغازه را قربان بکنه، منافع عرض کنم که دلاری را انسان قربان بکنه، ببنده بره نماز بخوانه. لذا اون سخت تره. بنابراین از بعضی جهت ها نماز عصر خیلی سنگین تره. اما یکی از علما و مفسرین معاصر دیدم ایشون نوشته خدا که تعیین نکرده صلات وسطا فرق میکنه به اعتبار افراد و انسان ها. برای بعضی مثل مردم بازار و مردم تاجر صلات وسطا همون صلات عصر است، برای اکثرا همونه. برای بعضی مثلا صلات وسطا چیه؟ نماز فجره. ما از هر جا شروع بکنیم میشه که یکی را نماز وسطا قرار، مثلا از اول شب شروع بکنیم، مغرب و عشاء 2 تا، فجر میشه وسط، بعد ظهر و عصر. اگر از هر نماز شروع بکنیم خب نماز سوم وسطا هست. پس نماز وسطا برای بعضی یک نمازه، برای بعضی یک نمازه، ولی خب راجح همون صلات عصره. و قوموا لله قانتین، و بیستید برای الله قانتین. قانت یعنی تابع، بعضی تفسیر میکنه ساکتین، یعنی در نماز سکوت را رعایت کنید. الان بعضی از فقها معتقدن پشت سر امام میشه قرائت خواند، بعضی معتقدن که قرائت نمیشه خواند، قرائت امام برای مقتدی هم قرائت. اونها از این قانتین استدلال میکنن، بعضی ها این را تفسیر کردن به ساکتین، حتی بعضی از صحابه.
خب نماز اینقدر مهمه که اگر حالت خوف باشه هم نماز ساقط نمیشه. فان خفتم، اگر می ترسیدید، فرجالا او رکبانا. رجالا یعنی پیاده. پیاده به چه معنی؟ در حالت راه رفتن میشه. از نظر فقهای دیگه بله، از نظر احناف نه. پس احناف رجالا را چی معنی میکنن؟ رجالا از ابن مسعود رضی الله عنه روایتی است، ای قیاما علی اقدامهم. رجالا یعنی سرپا. سرپا میتونید سرپا بیست نماز بخوان، نمیتونی بر سواری بشین و نماز بخوان. یعنی به هر حال خوف، در حالت خوف هم ترک نمیشه. فإن خفتم فرجالا ای قیاما علی اقدامهم او رکبان، یا سوار. این حالت استقرار. اما فاذا امنتم، وقتی که ایمان شدید، خطر رفع شد، فاذکروا الله کما علمکم. الله را یاد کنید. نماز ذکری است. نماز بخونید، الله را یاد کنید همان گونه که شما را تعلیم داده، آموزش داده. یعنی به حالت عادی. ما لم تکونوا تعلمون، اون چیزی که قبل از این تعلیم نمیدونستید، قبلا نمیدونست. الله چطور نشان داد نماز بخوانید؟ به همون صورت نماز بخوانید. صدق الله العظیم.